مسخره است. امروز روز سوم که پشت ماشین میشینم، ولی اینقدر استرس امروز گرفتم که 3-4 بار ماشین خاموش کرد وسط خیابون. الان نشستم، رسیدم خونه، پشت فرمون نیم ساعت فقط نشستم نگاه فرمون میکنم. شاید این استرس لعنتی فقط به خاطر فرمون باشه، ترس این که بخوام فرمون رو دست بگیرم. شاید استرس صندلی این ماشین باشه، شاید استرس این که این قسمت ماشین نشستم، این قسمت ماشین نشستم، اینقدر میشینم که این استرس رو گورشو گم کنه بره. بابا کاری نمیخوای بکنی، میخوای ماشین برونی، استرس چیه؟ خودت بیا، محکم باش، تو میتونی، مطمئن باش. پسش برمیاد.